کنفرانس بخشیده به روز عمومی جهانی سیاحی با اشتراک استادان مؤسسه‌های تحصیلات عالی شهر خوجند، شرکت‌ها و اسوسیاسیون‌های سیاحی برگزار کرده شد. ضمن سخنرانی معاون رئیس ولایت از توجه و نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در رشد سیاحی مملکت یادرس گردیده، اظهار داشت که در میقات ولایت جهت رشد ساحه سیاحی، بنیاد انفراستراکچور سیاحی، تقویت نیروی کادری، معرفی ذخیره‌های سیاحی و تامین اطلاعاتی سیاحی کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند. باید تذکر داد که در این کنفرانس معروضه‌های استادان دانشکده بین المللی خوجند و دیگر دانشگاه‌های مرکزی ولایت راجع به موضوعهای رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان، منطقه‌های سیاحی و فراغتی جمهوری تاجیکستان، نقش ساحه سیاحی در ترقیات اقتصادیات مملکت، رشد سیاحی و هنرهای مردمی، معرفی کننده خلق تاجیک در جهان و دیگر موضوعهای جالب برآمد کردند. یادآور میشیم که مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی خوجند به مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان واقع در پایتخت مملکت تعلق داشته. الحال در اینجا در سمت سیاحی بیش از 100 نفر دانشجویان از سال اول تحصیل تا چهارم به دانش اندازی فرا گرفته شده. اقتصادچی ساحه سیاحی و منیجر متخصص آماده می نماید. هدف از برگزاری چهاربینی مذکور این تشکیل میدان مکالمه برای علمان، کارشناسان، متخصصان جهتی حل مشکلات ساحه سیاحی، دریافت راهی بهتری پیشبرد ساحه، زیرا امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی یکی از سمت‌های افضلیتناک محسوب می‌یابد. دانشکده ما متخصصان را برای ساحه سیاحی آماده می‌کنند. این در ساحه‌های منیجمنت در ساحه سیاحی، ترجمان، اقتصادچی در ساحه سیاحی و امثال آنها را آماده می‌کند. دوام نیم ساله یکم سال 2025 شماره مهمانان خارجی که از گذرگاه‌های سرحدی به قلمرو ولایت وارد گردیدند 526,500 نفر را تشکیل داده است و این نشان داد نسبت همین مرحله سال 2024 110,000 نفر زیادتر ارزیابی گردید. موضع‌های تاریخی و فرهنگی و باغ و گلگشت‌های ولایت مورد نظر سیاحان زیاد خارجی و شهروندان تاجیکستان قرار گرفتند. طبق معلومات آماری شماره شرکت‌های سیاحی در ولایت تا امروز به 46 عدد رسیده و این رقم از سال 2018 12.5 برابر زیاد می باشد. شماره خط سیرهای سیاحی باشد الحال بیش از 210 عدد را تشکیل می دهد. به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در میقات شهر و ناحیه‌های ولایت 116 انشاءات استراحتی فرهنگی، 257 انشاءات خدمترسانی سیاحی و مهمانخانه‌ها و 1462 عدد انشاءات سودا و خدمترسانی بنیاد و از نوسازی و مورد بهره برداری قرار داده شده. این سمت کار با مرام ادامه دارد. این روند به رشد انفراستراکچور ساحه سیاحی و تطبیق استراتژی رشد سیاحی برای تا دوره سال 2030 مساعدت خواهد کرد.